دلشاد نظروف گرزانداز معروف تاجیک در ماه آگوست در مسابقه قهرمانی جهان در شهر پکین مدال نقره این سبقت را به دست آورد. این نخستین موفقیت بزرگ دلشاد بود. او گرز را به مسافه 78 متر و 55 سانتی متر دور انداخت و صاحب مقام دوم میان 12 گرزانداز بهترین جهان و $30,000 آمریکایی شد. دلشاد نظروف نخستین ورزشکار تاجیک است که با المپیاد ریو د ژانیرو 2016 را خط گرفته و در سال 2015 بهترین ورزشکار تاجیکستان اعلان شده است. هم فکر میکنم مدال میشود در المپیاد. اوضاع هیچی گفتن نمیتونم. این ورزشه. دسته فوتبال استقلال دوشنبه در نخستین سال شرکت خود در جام افک کنفدراسیون فوتبال آسیا به دور نهایی این سبقت راه یافته مقام دوم و مدال نقره این مسابقه را به دست آورد. استقلال دوشنبه سال 2015 همچنین جام فدراسیون فوتبال کشور، جام عالی و جام تاجیکستان اینچنین جام قهرمانی را به دست آورده است. کامرانشاه استاپیریان پهلوان تاجیک در ماه اکتبر در مسابقه بین المللی گران پری جودو در تاشکند صاحب مدال نقره شد. او قبلا در جام گشاده آسیا 2015 در تایوان مدال نقره نیز به دست آورده بود. در ماه می در قهرمانی آسیا در قواعد مقام سوم را صاحب شد. کامرانشاه استاپیریان در سال 2015 در قهرمانی جهان در مقام پنجم قرار گرفت. موزونا چوری و برنده مدال برنجی بازی‌های تابستانه المپیک سال 2012 در لندن در دور نیمه نهایی قهرمانی آسیای اوید با بوکس میان زنان در چین شکست خورده و با مدال برنجی قدر شد. این نتیجه بهترین موزونا چوری و پس از المپیاد لندن و به شوهر برآمدن و تولد فرزند است. شهریار دامینوف ورزشکار 18 ساله تاجیک ماه نوامبر در شهر پالمبانگ اندونزیا در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی در کنوی یک کاسه بین جوانان با مسافه 200 متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. در این مسابقه قطعوی ورزشکاران 44 کشور شرکت داشتند. او امسال در پرتغال در میان 500 ورزشکار از 56 کشور جهان در مسابقه قهرمانی جهان اوید با قایقرانی در بایدرک و کنوی بین نوجوانان در سبقت کنوی یک کاسه در مسافه 1000 متر در گروه ب مقام اول را گرفت و در جمع‌بسط عمومی هفتم شد. این نتیجه نشان داده شهریار در تاریخ این نوع المپیک ورزش در زمان استقلالیت تاجیکستان بهترین است. پهلوان جوان تاجیک خورشید مجیدوف در وزن بیش از 90 کیلو در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با جودو میان نورسان که در ماه اکتبر در تایلند برگزار شد صاحب مدال طلا گردید. خورشید مجیدوف ماه ایون در جام آسیا اوید با جودو در چرچک ازبکستان بر رقیبانش پیروز آمده صاحب مدال طلا گردید. همچنین او در جام اروپا اوید با جودو بین نورسان در ماه می در شهر کراژناکوپ رومانیا صاحب مدال طلا گردیده بود. اتحادیه جهانی گوشتی زلیمخان یوسوپوف عضو منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان را به دلیل استفاده دوپینگ در جریان مسابقات قهرمانی آسیا اوید با گوشتی آزاد در قطر به مدت 4 سال از حق اشتراک در مسابقات محروم کرد. این نهاد جهانی ورزشی گفته است دلیل تصمیمش بر اساس کمیسیون ضد دوپینگ گرفته شده است. زلیمخان یوسوپوف در مسابقه قهرمانی آسیا در قطر با مدال نقره مکافاتانیده شده بود. همکنون مدال او به المان دغدوربک اولو از قرقیزستان سپرده شد.